باشه که موقع یاد آخرت است. در مرکز دین آمده ای. یک موضوع. دوم موضوع ولا فسوق، هیچ نوع گناه، زشتگویی، بدگویی، بد اخلاقی در اونجا نیست. اینجا فسق نیست. بسیار موقع گناه بر آدم میسر میشه، مال آدم خب دزدی میتونه آدم. آسان گپ. چرا؟ به خاطری که آجی است، بیچاره ساده آمده، دلارش از جیب معلوم میشه، میتونی از پیش بپرانی. الله میگه در اونجا فسوق مسوق نیست، قطعا نه. ولا جدال، موقع کشمکش و بدگویی هم زیاد میاثر میشه. چرا؟ دامنی تا که زیر پای میکنن بویسته، تیل تنگو میشه. حالی دیگه تو چی میکنی؟ از اخلاق کار میگیری. نه. از همون خاطر ما میگیم که حج مدرسه تربیتی به بسیار امور است، به صحت عقیده، به صحت اخلاق، به صحت عمل. ادب آدم یاد میگیره، تمرین میکنی نفس خدا. چه قسم حالتها را آدم مشاهده میکنه، مردم هم میبینی. یقین به الله بکنه که مردم هم ببینه که عبادت میکنه، جانتان فراموش میکنه. این عبادت، من خودم مومن و بنده میگیرم، این عبادت. از او خاطر در اونجا ضرورت پیدا میشه که انسان عقیده خود درست کنه، عمل خود درست کنه، اخلاقی خود درست کنه. در تشریح سه کلمه مفسرین مختلف معانی را جمع کرده. اول فلا رفث، نیست در اونجا هم بستری کردن سخنای فحش، نعوذ بالله، آن چیزی که دعوت به سوی پورا کردن قوتهای شهوانی میشه، یا هر قول فعلی که در مورد زنا زده میشه، او طور گپا باید در اونجا گفته نشوه. ولا فسوق، فسق نباشه. خروج از شریعت عام است، برای ذکور، برای اناث، هر کدامش که باشه. کالای دخته شده را پوشیده نمیتانی، ذکور نمیتونه سری خدا بپوشانه یا روی خدا. و همچنان برای زنام همینطور گپای بی حیایی گفته نشوه، شکار کرده نشوه، زن و مرد او شریک است. همچنان قطع کردن ناخونا و همین قسم شانه کردن سر که مویا بریزه، استعمال عطرای گپا باید در اونجا نباشه. قرآن کریم بر ما در اینجا درس میده گناه های کبیره. ولا جدال، دو دشنام، فخر به بزرگا، اختلاف در مراسم حج در بینتان پیدا نشوه. الله ای را منع کرده. چرا؟ عالی طور نگوید که اینجا استاد شویم اونجا استاد نشویم. اونجا حدود مقرر کرده، حکومت عربستان نشانه ها را مانده، از اون نشانه ها داخل استاد شوی، اونمو موقع استاد شدن است. همچنان در بین خود جنگ جدلی گپا را نکنه، اختلافات پیدا نکنه. یکی میگه ما خود دو نماز جمع نمیکنیم. در این مرض افغانی ها خیلی مبتلاست. در عرفات که میره اونجا نماز جمع نمیکنه پیشین و دیگره. ملای بدبخت میخیزه به وجه میگه این ده مذهبی ما نیست، ما و شما به خود علایده نماز میخوانیم. این را دروغ میگه. پیغمبری الله اینجا نماز با چی کرده؟ او کلگی بوده، مقیم و مسافر. اهل مکم در اینجا بوده، نماز با جمع خوانده و قصر خوانده. چی خوانده؟ قصر خوانده، 2 رکعت خوانده. همچنان در مزدلفه شام و چی را یک جای خوانده. لیکن شما افغانی ها را ببینه، کسی که در حج رفته برش معلوم میشه که کل نزاع و کشمکشش در این میگه پاس. او الله میگه ولا جدال بدال در اونجا نیست. این نظام برای کلگیست. یک تو افغانی نیستی، این دیگه هم مسلمان است، علما داره و میخوانه و تو نمیخوانی. عجیب گپ نیست؟ قرآن برات میگه این کارا را نکن. فی الحج، در حج نیست. و ما تفعلوا من خیر، بلکه الله دستور میده آن چیزی را که شما انجام میده از خیر، اگر قول باشه یا عمل باشه که در شرع ثابت باشه تو انجام میدی، یعلمه الله، الله خوب میدانه و کاری نیکی تو را بی پاداش نمیمانه، تو را ضایع نمیسازه. عملی تو را که الله ببینه دیگه چقدر نیک است. الله میبینه، الله میگه الله میدانه دیگه. قرآن دعوت میده که اونجا موقع خیرکاری است. موقع خیرکاری کدام است؟ موقع خیرکاری اونجا معلوم میشه. تنومند استی، یک حاجی صاحب را گم کرده، خیمه را گم کرده، خیلی وار خطا شده، از ضعیف است، بیچاره، بی سرپناست، دستی از دستش بگی کارتش ببی، خیمهش در کدام از کدام ولایت در کجا است، بالکل برسان شد در اونجا. خیر است برای تو موقع است. در اونجا میبینی کسی هست که بالکل که صبور زده شه، هیچ چیز برش میاثر نیست، پولی زاید داری، بالکل تسلی برش میدی که هیچ غم نکو، الحمدلله، بالکل ما قطع دم دردی میکنیم. دیدیش همونطور
دیدی یک کسی را رفته نمیتونه، گردش کده نمیتونه، سنگریزه زده نمیتونه، از دستش بگی خطش همکاری کو، در زیر شانش داخل شد تا او جره ببر، اون موقع خیر است. خلاص قرآن میگه حج مراسم خیر است، در اونجا یقینا که قدم میمانی. ریش سفید است بیچاره، حتی همینقدر نه بلد است نه گپ میفهمه که از بازار برای خود چیزی بخره، دست تو برش استاد میشی، چی کار داری؟ پدرجان چی کار داری؟ بیادرم چی کار داری؟ من برات از بازار میارم. اونجا موقع خدمت است. چند نفر در اتاق است تا که رفیقای دیگه خبر شده وقت چای تیار کرده می باشی، همه چیز برش آماده کرده می باشی، آبی وضو تیار، همه گپا. موقع است که کسی باشه خدمت بکنه. الله میگه و ما تفعل من خیر یعلمه الله، هر خیر که شما اونجا انجام میده الله میدانه. افغانیا دیگه مردم که می دکه میشه عفان گفته صدا داره که عفو کو، افغانیا چشما را میکشه، دو دشنام زور در قطارای مردم ما بین خود جنگا داره دیگه. خود چی میکنی؟ از این طرف جنگ از اون طرف جنگ، اینی آلات ماسته. لا اقل امی قدر نمیفهمن که امی مردم دیگه را بیچاره نه نزاع است نه جنگ است، منظم مرتب. الله رحم بکنه. معلمین ما از اینجا دلارا را میگیره به حیث معلم میره، خو اونجا رنگش هم دیده نمیشه. در خانه کاکا و مامای خود رفته از اونجا چیزی چندی دیگر هم جمع کرده رویست. عجیب معلمین اونجا هسته. این کارا را الله از پیشت سوال میکنه. اونجا یک گاجی در حجش که ادنا خلل واقع میشه تو مسئول هستی، الله از تو سوال میکنه. در تو تسلیم شده این به نام بعثه که یاد میشه کیا میره قند و قرود کو بخو، ولی آجای افغانی بیچاره به سر نوشت افتاده، حتی مراسم حج یاد نداره کجا بره کدام چی قسم بکنه. و مردم این امانت است بریتان، شما به پولی از این سرزمین در اون سرزمین رسیده، بعد از او در جیبتان دیگه هم مانده میشه. او چی کمک کردی؟ چی تعلیم دادی؟ کدام آجی را رهنمایی کردی؟ عجیب نیست؟ این سخت. الله براتان میگه و ما تفعل من خیر، آن چیزی که میکنی از خیر یعلمه الله، الله خوب میدانه. و تزودوا، شما توشه را تیار کنی امرای خود، فإن خیر الزاد التقوی، یقینا بهترین توشه تقواست. واتقونی، خدا نگاه کنه ای از دی احکام که شما مرتکب خلاف ورزی احکام نشوی. یا اولی الالباب، کسانی که صاحبان عقل است، بله کسایی که خالی از عقل هستند نعوذ بالله او مردما مرتکب جنایات میشه، کسی که عقل داره نمیشه. الله در اینجا امر به توشه تیار کردن میکنه. اهل یمن می آمدن قطی خود توشه نمی آوردن، در مسیری را باز دست گدایی را به مردم دراز میکرد. هر مسلمان که کدام مراسم دین انجام میده باید مراسم دینی ازی موجب اذیت دیگه کس نشود. تو حج به خود انجام میدی لیکن مردم دیگر را تنگ کرده رایستی، دستی سوال برش دراز کرده، اینطور کارا نکنی. نه، از اونجا امو قدر مالا بگی که تو ضرورت به کسی پیدا نکنی. یک معنی است. از او خاطر واتقونی، خدا نگاه کنی، فین خیر زاد تقوا، بهترین توشه تقواست. تقوا چی معنی؟ خدا نگاه کردن از سوال است که سوال نکنی از کسی. یک ترجمه است. دوم و تزودوا، توشه تیار کنی برای خود، فین خیر الزاد، یقینا بهترین توشه. هر کسی که سفر میکنه آن چیزی که لوازمات سفر است خط خود آماده میکنه. جای ما از اینجا آمادگی میگیره، حتی چای سبز هم آجای افغانی قطع خود از اینجا میبره. امو تو رست یا نه؟ او را خود چی میکنی؟ بسیار جای تعجب است که چیست خاکستری نسواره که قطع خود میبره. میگه در میدان عربا تا کده بود، ایره بسیار اهل وارخطا شده بودن، نزدیک نمیشد که مواد است، آل انفجار میکنه. بعد از او پیدا میکرد ایره کی چیست؟ حیران است افغانیا. اینی قدر چیسته؟ چی میگه؟ نسوار قطی. او هم باز کلش نگیندار. او قطعش در جیبش اینی قدر دبل در حج میره. چه عمری تیر کردیم، الله رحم بکنه. قطی سیگرت در جیبش میباشه. عجیب نیست؟ او مسلمان اگر یک آدم 5 روپیه اونجا بیرون در بده کلی مردم او را دیوانه میگه. میگه نمیگه؟ کلی مردم این دیوانه رسه که پیسه را در میده، اما این که روزانه 20 روپیه را در میده، اوی تو را نه دودیش خودش کش میکنه که سببی از بین رفتن
بگوی اما صحت شام میشه، از این که در دیوانی دیگه پیدا میشه. با کی بگوی که اسلام یقینا دین واقعی نظام جامعه است، دین سالم است که ضمانت هر نوع از زندگی تا کرده که باید سالم باقی بمانه، از صحت گرفته تا عادتیت، از عادت گرفته تا عبادتیت، کلش همینطور خالی از لوس و ازم گپاست. در اینجا الله میگه فإن خیر الزاد التقوی. بله شما خود توشه لوازمات سفر قط خود برابر هم بکنی، لیکن امرای توشه و لوازمات سفر یک چیزی خیلی مهم دیگه هم بکار است. حاجی صاحبی قدر پول گرفتی که ما گشنه نشم اونجا، هر چیز گرفتی قط خود، آن چیزی که ضروری بود بارد، لیکن بهترین چیزی که برای تو ضروری است تقواست. اینجا تقوا را اختیار کو دیگه، فکر و ذکر طرف الله باشه، قدمت فقط در تقوا مانده شوه، این بهترین توش است. چرا این خیر زاد است. او لوازمات سفر تنها برای دنیای ما فایده کرد، برای همی سفر فایده کرد، در مورد دنیای ما فایده کرد و دمی سفر فایده کرد. لیکن تقوا ای طور چیزی است که نه تنها در این سفر بلکه این در آخرت ما چی میکنه؟ فایده داره. بهترین ذات تقوا است که انسان خدا نگاه کنه. تقوا چی را گفته بودیم؟ خدا نگاه کردن از کفر، شرک، محرمات، مشتبهات، آن چیزی که تو را حتی چیزی که وقتی تضایع میکنه از اون چیز خدا نگاه کردن، نیره تقوا میگه. واتقونی، بترسی از من. الله میگه در مورد اجرای احکام ما، کل احکام ما را ابو رقم که توسط پیغمبر براتان تعلیم داده شده امو رقم انجام بده. یا اولی الالباب، صاحبان عقل، کسی که عقل و بصیرت داره میفهمه که ما پول مصرف کردیم، وقت مصرف کردیم، از اقارب جدا شدیم، این سختی را کشیدیم، بیا که احکام الله را امو رقم که فرمان داده امو رقم انجام بدم، امو رقم که پیغمبر نقشه داده امو رقم انجام بدم. اونجا عقل کاری را نکو، عقل جنگی را نکنی. لیس علیکم جناح نیست، بالای شما گناه یا تهدید نیست، ان تبتغوا فضلا من ربکم، که شما طلب کنی احسان مراد از پیشش مالا در تجارت و کسبتان، من ربکم از جانب پروردگارتان، هیچ کدام مضایقه سر شما نیست. فاذا افضتم من عرفات، وقتی که پایین می از عرفات، فاذکروا الله، یاد کنی الله را عند المشعر الحرام در مزدلفه، واذکروه، یاد کنی الله را کما هداکم، هم قسم که شما را تعلیم داده، هدایت کرده. و این کنتم من قبل، اگر چه شما بودی پیش از هدایت الله، لمن الضالین، از جمله مردمایی که بیخبر بوده، مراسم یا طرز طریقی مراسم شما یاد نداشتی، الله تعلیم داد برای شما. در اینجا الله لیس علیکم جناح، صحابه خیلی معتاد بودن، وقتی در سفر می رفتن قطعی سفر حج حتی ادناترین چیز در خرید و فروش هم می گفتن بعد نباشه، چرا که عمل خالص برای الله تبارک و تعالی شود. اما قرآن اجازه داد. چرا اجازه میده؟ نیت علیده چیز است که کسی خاص به خاطر رضای الله برای ادای مراسم حج میره، اما در بعضی اوقات انسان بسیار نیاز پیدا میکنه، سفرات طولانی میباشه، اونجا روزا طولانی میشه، تو میتونی توسط همین سفری خود مسئله تجارت هم در پیش ببری و در هیچ کدام گناه و تهدید و مضایقه سری تو نیست، بلکه بهترین موسم است. چرا؟ اگر واقعا هر تاجر از هر مملکتی که میایه امر خصوصی و مملکت قط خود بیاره، بری نفر دیگه از مملکت دیگه به طریق آسان می مال بده. چرا میایه؟ به خاطر که مالی که از مملکت دیگه میاد توسط تجار و گمرکا خورده می باشه و در جای چیستا روزا و سالا سرش تیر شده می باشه، کرایه خیلی زیاد خورده، آجی قط خود امو چیز در دست آورده نه کرایه خورده و اینجا به نفر دیگه میرسه، مال از کانادا است خوب افغانی میرسه، مال از هندوستان است خوب چینی میرسه. اینمی قسم از امو خاطر مراسم حج نه تنها که یکی از جمله مراکز یا کنگره عبادی است، بلکه در حج در او زمان چون که زیر یک امارت صورت میگرفت، کلی ممالک دیگه حیثیت یک حاکم داشت ولی سوال داشت، از امو خاطر کلی اینمی چیزا توسط شوراها بسیار مسائل و موضوعات مسلمان ها حل میشد. در بخش اقتصاد بین خود میششتن مشوره میکرد، در بخش سیاست مشوره میکرد، در بخش نظام اجتماعی خود مشوره میکرد، از کدام ناحیه خطر متوجه شده چه قسم تدابیر گرفته شوی خطر دفع شود. ولی آلی
امو مقصد حج تقریبا فقط یک مراسم عبادیش انجام داده میشه، دیگه او قدر اعتنا نمیشه. تاسف است در اینجا، حالان که حج تبادله افکار و نظریات است. مسلمانان یکی با دیگه آشنایی پیدا میکنن، از حالات یکی دیگه آگاهی پیدا میکنن، بسیار آنقدر تعارف قوی در بین پیدا میشه که پرسان نکن. و اونجا درسای خیلی عظیم است، آنقدر فضای محبت بین یک افغانی و افریقایی پیدا میشه، صرف به خاطر ازی که مسلمان است، صرف به خاطر ازی که در حج آمده. اینجا ما میبینیم که اصل محور دوستی در دنیا فقط به بنیاد عقیده می باشه و همین عقیده است که کل افراد و توده های قوم عقیده جمع کده میتونه. اگر ما اتحاد اتفاق از طریق نجات کنیم، از طریق جغرافیا کنیم، از طریق لسان کنیم، از طریق مذهب و مسلک بکنیم، قطعا ما جمع شده نمیتونیم. یگانه چیزی که در اون نقطه دنیا و در اون نقطه دنیا دو فرد به هم جمع میتونه و چی است؟ مسئله عقیده است. از این خاطر دوستی و دشمنی ما به محور عقیده پیش میره. قرآن کریم امی گپا را برای ما یاد میکنه که شما این سفرتانه سفر عادی نگیرید، از این سفر فایده های زیاد بگیرید، مثل که فایده عبادت میگیره، فایده تجارت هم بگیره که به طریق آسان به دستتان چیسته فایده میسر میشه، هیچ کدام حرج نیست. فاذا افضتم من عرفات، وقتی که پایین می از عرفات، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، یاد کنی الله را در مزدلفه. در عرفات مردم استاد میشه، بلکه بزرگترین رکن حج استاده شدن در عرفات است. در روز نهم ذوالحجه که بیگاهش میاد که صباحش روز عید می باشه، امی شب بعد از زوال آفتاب تا طلوع فجر استاده شدن در اینجا در یکی از همین اجزای وقت ای فرض است. اگر کسی از پیششی فوت شود، دیگه ای آدم حجش از بین رفته، آینده سرش قضا است، دیگه خلاص میشه، نمیتونه که حج انجام بده، به خاطر که بزرگترین فریضه حج امی عرفات است. عرفات براتون معلوم است یک دشت است که از سرزمین یا حدود حرم بیرون است. مزدلفه در حرم داخل است و عرفات از حرم بیرون است. مقامی که مردم یک دم اونجا میره، زن مرد کلگی. عجیب درس مساوات اسلام میده، کلگی در یک لباس، کلگی در نیایش و دعاست. یک عجیب کیفیت سر انسان پیدا میشه، عجیب یک دم توجه طرف آخرت میشه. میدان عرصات در یادت میاد که بله الله تبارک و تعالی این مخلوق به فرمان خود در اینجا جمع کرده، روز فرا میرسه که ما کل مخلوق دو میدان پیش الله خود پیش میشیم. امینجا امو روزگار و کارایی که سر تیر شده مکمل یکه در پیشت میاد، گناه ها در پیشت میاد. از امو خاطر بهترین موقع عبادت الله و طلب دعاست. عرفات یکی از مواقع است که دعا در اونجا چی میشه؟ قبول میشه و این ساعت ها بهترین ساعت است. درس مساوات موجود است، فقیر و امیر هیچ کدام فرقی نمیشه در اینجا، کلگی یکسان، کلگی دست به کی بالا کده؟ به الله. کلگی عاجزی و تضرع میکنه. اونجا باز آدم میفهمه که یقینا نظام اسلام کدام دین است. بعد از او میای طرف مزدلفه، شام که می آفتاب غروب کد مردم حرکت میکنه بدون از اینکه نماز شام بخونه. میای در مزدلفه، اینجا وقت خفتن میباشه، نماز شام وقت خفتن چی میکنه؟ یک جا میکنه و اینجا نماز خفتن قصر میشه، 2 رکعت خونده میشه. مشعر حرام میگه، یعنی او علاماتی که در اونجا قابل احترام است ایرا مزدلفه میگه. خب در اینجا یک گپ بود، گپی طور بود که مشرکین مکه که خود مجاورین مکه میدانستن امتیاز از دیگران برای خود قائل بودن و میگفتن کسانی که در حرم زندگی میکنه خدمتگارای حرم است یا باید در عرفات نروه. چرا؟ به خاطری که در عرفات رفتن از حدود حرم بیرون شدن است. ما بعد از حدود حرم بیرون نشوه. اینا میگه نظام طبقاتی، یک قوم یک قسم کنه، قوم دیگه چی؟ دیگه قسم. اما الله تبارک و تعالی این تبعیضات طبقاتی را خصوصا در بخش عبادات مکمل از بین برده. در نماز فرق میشه در بین پاچا و دیقان، یعنی که یک رقم شرایط و آداب داره. در روزه کدام فرق میشه، در زکات کدام فرق میشه، در حج همین قسم نظام تبعیض طبقاتی نیست، کلگی یکسان است. از دو خاطر پیغمبر علیه السلام و مشرکین مکه
که نو اسلام آورده بودن، مکه فتح شده بود، حج در سال نهم راجع قولی است که فرض شد. ابوبکر رضی الله عنه با یک تعداد مردم آمد، با وصفی که مشرکین موجود بود حج کرد، خو اعلان کرد که سال آینده یک مشرک هم باید موجود نباشد. الله تبارک و تعالی همونطور کرد، در سال دهم پیغمبر علیه السلام حج فرضی را انجام داد. مشرکی در وقتی که وا مسلمان شده بودن، یک درو میگفتن که پیغمبر شاید از حدود حرم بیرون نرود. پیغمبر رفت از حدود حرم بیرون برآمد، در عرفات رفت، مردم دق باقی ماندن که اوه این چی کار شد. اسلام درس داد که در اسلام نظام طبقاتی وجود نداره که یک طبقه از یک جای شروع کنه، دیگه طبقه از دیگه جای. این یک موضوع. دوم موضوع، در اینجا الله میگه که وذکروه کما هداکم، الله را یاد کنی همین قسم که الله شما را راهنمایی کرده. یاد کردن الله توسط نماز است. اون دو نماز در مزدلفه یک جای میشه، یکیش قصر میشه یکیش نه، چیز یک آذان و دو اقامت گفته میشه. این را به نام جمع تأخیری هم یاد میکنه. و بعد از اون شب در مزدلفه تیر میشه، با مجرد طلوع فجر نماز و ذکر شروع میشه تا که خوب صبح شوه، خوب سفیدی شوه. در اونجا خطبه هم ایراد میشه در می مزدلفه. دیگه بعد از او که آفتاب طلوع میکنه، نزدیک طلوع شدن میشه، حرکت میشه. البته برای ضعفا، کسایی که قد زناست، میتونه حتی قبل از طلوع آفتاب، طلوع فجر هم حرکت بکنه طرف جمره و جمره را بزنه. اونجا حال فعلا خیلی زیاد ازدحام زیاد است، خیلی مردم نمیشینه در نماز صبح مزدلفه یا بعد از نماز صبح که دعا کرده بره تا که صبح شوه، خب روشنی شوه، بعد از حرکت بکنه طرف جمرات. لیکن در اینجا کدام حالتی که مشرکین مکه سابق داشتن و آلی دارن یا بالکل لمس میکنه. قرآن میگه وذکروه کما هداکم، یاد کنی الله را همون قسم که هدایت کرده. در اونجا لبیک اللهم لبیک، الله اکبر میگی، دعا میکنی. پیغمبر علیه السلام بسیار دعا طلب کرده. بعد از اون میگه و این کنتم من قبله لمن الضالین، اگرچه پیش از این شما مردم خیلی بیخبر بوده، خیلی بیخبر بوده. ادراکی حقیقت که یا بیخبر بودن امو مردم میتونست که در زمان سابق در حالتی که اسلام نه آورده بودن یا در کدام حالت بودن، چقدر زندگی سرشان تنگ بود و چقدر چیسته این مردم مزخرفات انجام میداد. حالی که اسلام آمده بود، حالی دیگه یا درک میکردن که اسلام چی مزایای برای از یاد داده. تبعیض نژادی از بین رفت. در او زمان مردم ها جنگ، جدل، افتخارات، خطبه‌گویی یکی با دیگه دودشنام کردن و اینجا سکون، آرامش، عاجزی به الله تبارک و تعالی از کاری که در اونجا بزرگی الله بیان میشه ای گفتن. پس آمدن شب در مزدلفه تیر کردن. یک حالت عجیبی است که او مردم میدانست که یقینا انقلاب چی رقم انقلاب آمده. الله میگه و این کنتم من قبله لمن الضالین، اگرچه شما پیش از این بیخبر بودی، حالتا را نمیدانستی، الله براتان تعلیم داد توسط کی؟ پیغمبر علیه السلام. پس شکرگزاری نعمت الله این میشه که به نقش قدم پیغمبر روان شوه، از خود عقل جنگی نکنه، در مذهب ما نیست، در مذهب ما نیست نگوه، چیزی که در دین ثابت است او را شما عملی بکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.